برداشتن موانع خانه دکتر عبدالله در کارته پروان. اینجا فعلا خود خانه دکتر صاحب عبدالله بود که همینجا بودن. امروز خودشان هم شاید راحت باشند این موضوع، چون امنیت از دیگه وقت فکر کنم 24 سال بسته بود. 24 سال. صاحب این کوچه من بود و کوچه دکتر عبدالله من بود. اون کوچه ربانی هم بند است. کوچه جنرال عارف هم بند است. و کوچه که خانه مسجد که است او هم بند است. امی مکتب دخترها را باز کنه. امی پیام ما به خاطر خودت نشر میکنیم. خدا کنه مکتب را باز کنه. بله، تماما از زمان جمهوریت که می‌آمدیم اینجا تماما ساحات بسته بود به خاطر دلایل امنیتی. بزرگایی که در زمان وظیفه اجرا می‌کردند به خاطر حفظ جان خود دیگه این راه‌ها را مسدود کرده بودند. در گذشته بسیار مشکلات بود، مردم رفت آمد نمیتونست کرد و هر کسی که از این کوچه رفت آمد میکرد مردم امنیت میکردن. شما حق ندارین از این موضوع برین چون جای سیاسی بودن. دکتر صاحب عبدالله بود خانه‌اش دیگه، تاج محمد تاج بود خانه‌اش. بله کلا بزرگا در مساحت بودن.